ما و شما از طریق رسانه ها، از طریق رادیوها، از طریق بالاخره اخبار و اینها شنیدیم که یک بار دیگر دشمنان اسلام به ساحات مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بوزین صفتها باز دست به دامان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و توهین به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. همه ما و شما باید خوب متوجه باشیم. چند وقت قبل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کریکاتور کشیدن، بعداً قرآن عظیم الشان به آتش کشیدن، بعداً باز توهین به ساحات مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، باز در طی همین 2 هفته باز در امریکای جنایتکار که در شهر آمریکا باز یک مسیحی قبطی که دینش تحریف شده و میایه افکار پوسیده خود را امروز به خور جامعه میده، باز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فیلم ساختن، سر تا پا توهین، سر تا پا بالاخره به شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حالت استهزاء و تمسخر، و در او فیلم سخت به ازواج مطهرات توهین شده. بناهن در گذشته هم اشاره کردم، این توهین اول دشمن هم نبوده، توهین آخرم نیه. امروز فقط اشاره ارتباط به رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، در حدیث میفرمایند کسی که مرا از پدر و مادر و از تمام سرمایه خود دوستتر نداشته باشه این ایمان نداره. یعنی در ایمان این انسان خلل هست و در ایمان این انسان ضعف و این انسان باید متوجه ایمان خود و اینها باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کی هستند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که انتخاب نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی میکنه. حضرت عیسی چی میفرمایه؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکنه که الله سبحانه و تعالی مرا به عنوان رسول انتخاب کرده، اینی رسول الله. حضرت عیسی میگه من تصدیق کننده تورات هستم، من تصدیق کننده پیامبری هستم که بعد از من می آید و نام مبارکش احمد هست. انتخاب نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عهده ذات اقدس الهی هست. در تمام قرآن عظیم الشان وقتی مطالعه کنیم الله سبحانه و تعالی پیامبران را با حرف ندا مخاطب می کند، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی. ولی در جایی که نامی از رحمت للعالمین در قرآن می آید الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، یا ایها الرسول. این عظمت و بزرگی به مجد و تعالی و ترقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد. اگر اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن بیان کنیم نمیتوانیم. اگر دنیاها و تمام دریاها مرکب بشه و تمام نیزارها به قلم تبدیل بشه نمیتوانند ذره وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کنند. من از کجا بگویم؟ از اون سینه‌ای که الله سینه رسول الله را شرح صدر میکنه
و می فرماید الم نشرح لك صدرک. من از سینه پیامبر، از قلب پر نور پیامبر بگویم آیا از اون بلندی نامش که الله می فرماید و رفعنا لك ذکرک، ما نام پیامبر را بلند کردیم، آیا از بلندی نام پیامبر بگویم؟ از نطق زیبای پیامبر که الله می فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نطق پیامبر الله تعریف میکنه، قلب پیامبر الله تعریف میکنه، ذکر پیامبر الله بلند معرفی میکنه، تعریف چشمان زیبای پیامبر الله داره که میفرماید و ما زاغ البصر و ما طغى. این تعریف الله است که از چشمان زیبای پیامبر داره. آیا از اخلاق حمیده و پسندیده و نیکوی پیامبر بگویم که الله می فرماید و اینک لعلی خلق عظیم؟ ای پیامبر تو دارای اخلاق زیبایی هستی، از کجا بگویم؟ لا یمکن الثنا کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ تویی، قسم مختصر. آیا از رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی پیامبر بگویم که الله از فوق آسمان ها میگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ پیامبر در دنیا، اگر امروز در دنیا صدای صلح بلنده، آورنده صلح محمد رسول الله است، اگر امروز در دنیا بحث عدالت و عدالت خواهی است، محمد رسول الله آورنده عدل و عدالت است، اگر امروز در دنیا بحث امن و امنیت، محمد رسول الله به دنیا درس امن و امنیت را میدهد. ولی دشمنان خوب بدانند محمد رسول الله، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. در این فیلم میگه محمد ظالم بوده، در این فیلم میگه محمد نعوذ بالله آدم کش بوده، محمد رسول الله انسان شهوت ران بوده. بله این را میگویم. محمد رسول الله برای پیروان خود درس داده که اشداء علی الکفار باشید، با کفار سختگیر باشید و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافه. به هر جا که این انسانهای بوزین صفت و این انسانهای مذبذب را میبینید بکشید چنان که تصمیم کشتن شما را دارد. از کجا بگویم؟ محمد رسول الله اجمل الناس هست، زیباترین مردم محمد رسول الله یعنی، افضل الناس محمد رسول الله یعنی، اصدق الناس محمد رسول الله یعنی، اعلم الناس محمد رسول الله یعنی، افصح الكلام افصح الناس في الكلام محمد رسول الله یعنی، ابلغ الناس في الخطبه محمد رسول الله یعنی. همه اینها اوصاف زیبای محمد رسول الله هست. محمد رسول الله رحمت برای عالمیان هستند. امروز اگر تو مشرک نجس که برای رحمت للعالمین توهین میکنی، اگر مسخ و خصم به سراغ تو نمی آید، به خاطر رحمت للعالمین هست. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما محمد رسول الله را ای امت محمد رسول الله بشناسید که رحمت للعالمین کی بودن. روزی از روزها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از راه عبور می کردن. دوستا خوب متوجه باشند.
از جای عبور میکردن یک پیرزنی دیدن که بار سنگین بر دوش گذاشته، نمیتوانه برده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بار این پیرزن را برداشتن، بر شانه گذاشتن، حرکت کردن و بالاخره به نزدیک خانه پیرزن این را گذاشتن. بعد پیرزن گفتی جوان صبر کن، صبر کن، برای تو توصیه دارم، برای تو وصیتی دارم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم استاده میشن. چی میگه ای مادر؟ چی میگی؟ این زن میگه من تو را جوان شایسته یافتم، شخص در مکه ادعای پیامبری کرده به نام محمد، من حیف میدانم که او تو را فریب بدهد. متوجه باش که تو را فریب نده کسی که ادعای پیامبری کرده. بعد رسول الله میفرمایند ای مادر اگر او را ببینی میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. میگن او انسان ساحره، جادوگره، او انسان خوبی نیست. رسول الله میفرمایند او کسی که تو نامش را شنیدی منم، محمد رسول الله. این مادر عجوزه و پیرزن خود را به دست پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاندازه که فدای تو شم ای محمد که تو را برای ما خشن معرفی کردن، تو را برای ما بالاخره ضد زن معرفی کردن. این زن مسلمان میشه، اخلاق رسول الله را میبینه، شیفته اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشود. سروران عزیز و بزرگوار، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله است که میگه و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو را بلند کردیم، ما نام تو را بلند میکنیم. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامشان را الله بلند کرده. هیچ انسان از خدا بیخبر و هیچ طاغوت و هیچ مذبذب نمیتواند کوچکترین ضربه و خللی بر وجود نازنین اکرم صلی الله علیه و سلم وارد بکنه. اما باید دشمن را، عزیزان من، باید خوب دشمن را بشناسیم. ما نمیدانم چرا دشمن را نمیشناسیم، چرا ما فریب میخوریم، چرا ما به چشم دوست آمریکای جنایتکار را میبینیم. آمریکا دشمن خدا، آمریکا دشمن قرآن، آمریکا دشمن محمد رسول الله، آمریکا دشمن انسان و انسانیت. ولی مسلمان ها چرا فریب میخورند؟ عزیزان من، چرا مسلمان ها متوجه نمیشن؟ چرا مسلمان ها این یهودیت تحریف شده و پوسیده این را چرا نمیبینن و چرا نمیشناسن؟ دیروز بوش بود، امروز اوباما هست. بعضی مسلمان ها فریب خوردن. چگونه فریب میخوره ای مسلمان؟ بوش علنی دشمنی میکرد، اوباما امروز در زیر پرده دشمنی میکنه و بعد میایه. بعضی انسانات چی توجیه میکنن؟ اوباما مادرش مسلمانه، اوباما تندرونیه. عزیز من مسلمان، بیدار شو که فرق بین بوش و اوباما سگ زرد برار شغاله. صلی الله علیه و سلم از همه چیز برای ما رسول الله بیشتر ارزش دارند. از جان ما، مال ما، زن و فرزند ما و تمام زندگی و هست و بود ما همه فدای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در این فیلم
ازواج مطهراتی که چینگ چادر اونها را کسی نمیدید، ازواج مطهراتی که آیه نازل می شود و اونها از پشت پرده جواب میدن، ولی به این فیلم زنهای لخت و برهنه و نیمه برهنه را به نام ازواج مطهرات به دنیا معرفی میکنن. اما این را بدانن، آمریکا این را بدانه که این به نفعش نیست. مسلمان های امروز الحمدلله غیرت دارن، مسلمان ها همت دارن. آیه قرآن هست عزیزان من، آیات قرآن رو میخوانم درست و دقیق متوجه باشیم. آیات قرآن خب متوجه باشیم که فرق بین بوش و اوباما نیست. فرق بین وقتی آمریکایی شد، وقتی مشرک شد، نجس شد، پلید شد، وقتی که او دشمن پیامبر شد فرق نیست. برادر عزیز و مسلمان، برادر عزیز و مسلمان، خواهر مسلمان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دنیا آمدن گفتن امتی، امت من کجا هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج گفتن امتی. الله گفت ای محمد پدر مادر را میخواهی یا امت را؟ رسول الله گفتن امت را میخواهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احد سیمای مبارکشان خونالود شد به خاطر این امت. امروز رسول الله در مدینه خوابیده ولی در امریکا به رسول الله توهین میشه. ولی مسلمان ها امروز چی باید کرد و مسلمان ها امروز چی وظیفه دارن؟ امروز در هر جایی که سربازان بوزین صفت امریکایی است، چی در عراق، چی در افغانستان و چی در هر کشوری، برای مسلمان های دنیا جهاد فرضه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، عزیزان من آیات قرآن را متوجه باشید. قرآن چی دستور میدهد؟ قرآن به ما چی زیبا میفرماید؟ الله آیات قرآن را عزیزان من، آیات قرآن را متوجه باشید. کبرت کلمة تخرج من افواههم، اینها کلمات بزرگی که از دهن بیرون میکنن. اگر اوباما آمد به صفحه تلویزیون معذرت خواست باور نکنید. اگر یهود و نصارا آمدن معذرت خواستن باور نکنید. چرا آیه قرآن هست این یقولون الا کذبا، اینها که میگن دروغ میگن، اینها بغض پیامبر در سینه دارن، اینها دشمن من و شما هستن. خوب متوجه باشیم این آیات قرآن. آیه دیگه الله میفرماید قد بدت البغضاء، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر. به تحقیق آنچه اینها آشکارا میکنن، توهین هایی که آشکارا میکنن، متوجه باشیم که آنچه که در سینه دارن خیلی بزرگتر از این هایی که آشکارا کردن. قلب های یهود و نصارا پر از بغض، پر از کینه، پر از عداوت، پر از دشمنی. امروز آمریکا خود را چی نام کرده؟ امروز آمریکا خوب بدانه طوری که مثل که سربازان بوزین صفت آمریکا چیزی در عراق هلاک و مردار شدن، امروز
در افغانستان میبینیم هر روز مجاهدین جان بر کف، مجاهدینی که با شکم گرسنه و پای برهنه کوچه به کوچه دنبال این گوزین صفتها میگردند. کفار چی هدف دارن؟ عزیزان من، کفار چی هدف دارن؟ قرآن هدف کفار رو بیان میکنه. این هدف کفار هست. آیه قرآن میگه یریدون لیطفئوا نور الله. کفار اراده دارن نور خدا را خاموش کنن. کفار اراده دارن که این مکتب قرآن و این چراغی که ایزید برافروخته میخوان این را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، به زبانهای خیش. الله چی میگه؟ والله متم نوره، الله تمام میکنه نور خود را. ولو کره الکافرون، اگر بد کافرها هم بیایه، الله که وعده حفظ دین را داده، الله که نام محمد رسول الله را پس بناهن دشمن رو بشناسیم. عزیزان من، بعضی دوستا گفتن پرچم آمریکا رو به آتش بکشیم. پرچم کثیفش قابل آتش، حیف آتش. بناهن هر کدام من و شما متوجه باشیم به هر طریقی که می شود، هر انسان به هر طریقی اگر میتواند از طریق ضربه بر جسم و جان این سربازان بوزین صفت وارد کند و اگر میتواند ضربه اقتصادی، ضربه مالی، ضربه جانی، هر انسانی که هر توانی که دارد ضربه خود را بر نیروهای کثیف آمریکا و دشمن چه کار میکنه؟ بناهن عزیزان من، آمریکا 2 هفته قبل فیلم ساخته شد، اوبامای پلیت. تو اگر از مسلمان ها معذرت میخوای، چرا این انسان نجس و پلیت رو دستگیر نمی کنی؟ چرا این سینمایی که فیلم پخش کردن مسدود نمی کنی؟ این معذرت خواهی تو فریب مسلمان هاست. مسلمان ها دیگه فریب نمیخورن. مسلمان ها دیگه میدانن که فرق بوش و اوباما و بالاخره هر انسانی که بر مسند و قدرت این جنایتکاران بنشینه نخواهد بوده. بناهن مسلمان ها هوشیار هستن و میدانن. ولی مسلمان بیدار باش، مسلمان هوشیار باش. مسلمان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحرای محشر، اون نازنینی که الله او را صاحب حوض کوثر گفته، او را صاحب خلق عظیم گفته، او را گفته نام تو بلنده، شأن تو بلنده. الله، رسول الله وقتی که غم میخوره الله میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ای محمد تو غم نخور، ای محمد قرآن نازل نشده تو غم بخوری. الله اینقدر حبیب خود را دوست داره. الله سبحانه و تعالی من و شما در دنیا به عنوان سربازان محمد رسول الله و امت محمد رسول الله قرار داده که ما چقدر از رسول الله دشمن هر قدر دشمنی کنه نمیتواند، هر قدر دشمنی کنه نمیتواند. آمریکا امروز چند سفارتخانه داره در دنیا؟ 196 کشور در دنیای، به بسیاری کشورها هم سفارتخانه نداره. اگر آمریکا به 196 کشور سفارتخانه داره، سفارتخانه آمریکا چه کار میکنه؟ یک ویزه میده. یک ویزه چقدر مراجعین داره این سفارتخانه ها؟ اندک، معدود. سفارتخانه محمد رسول الله چقدر هست؟ امروز در دنیا آماری که به ثبت نام گزارش دادن، هرچی که گزارش و ثبت نشده، مسجد جامعه های دنیا امروز آماری که دادن در تمام دنیا
1,500,000 مسجد جامعه، 1,500,000 سفارتخانه از محمد رسول الله است. این سفارتخانه های محمد رسول الله چی وظیفه دارن؟ سفارتخانه های محمد رسول الله درس عقیده، درس اقتصاد، درس اجتماع، پیام های دینی، اجتماعی، سیاسی از این سفارتخانه های محمد رسول الله به تمام دنیا پخش و نشر میشه. این را میگن و رفعنا لک ذکرک. الله نام محمد رسول الله را در دنیا بلند کرده. یکی از دانشمندان تحقیق کرده، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از دانشمندان به این تحقیق رسیده. همه ما و شما میدانیم مثلا این لحظه اذان ظهر در اینجا داده میشه. ساده تر بگویم، اینجا اذان ظهر داده میشه، اشهد ان محمد رسول الله، مناره مسجد بلند. 5 دقیقه بعد اذان ظهر مثلا در زندجان هرات، باز میره 7 دقیقه بعد در سمت مرز و خاف و فلان، و میره بالاخره 1 ساعت بعد آخر ایران، 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد در عراق همین اذان ظهر، 5 ساعت بعد بالاخره از اون کشورهای اروپایی فقط اذان ظهر. امروز به این نتیجه رسیدن که به تمام کره زمین 1 لحظه این ندا خاموش نیه، اشهد ان محمد رسول الله. به 24 ساعت 1 ثانیه خاموشی نیه، همه میچرخه و دور میخوره بر نام محمد رسول الله. اینه که الله میگه و رفعنا لک ذکرک. بناهن برادران عزیز بیدار باشیم، هوشیار باشیم، جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بشناسیم، رهبر خود را، آقای خود را، سردار خود را بشناسیم. بدون محمد رسول الله باور کنید زندگی هم به ما مسلمان ها خوشایند نیست. بناهن تا زمانی که مسلمان ها خلافت اسلامی داشتن، تا زمانی که مسلمان ها رهبر داشتن، تا زمان خلفای راشدین، تا زمانی که مسلمان ها امیر و بزرگ داشتن، دشمنان نمی توانستن به ساحات مقدس اسلام توهین کنن. ولی امروز امت اسلامی تبدیل به یک گله بدون چوپان شده. امت اسلامی امروز به حالتی قرار گرفته که رهبران کشورهای اسلامی از خود اختیاری ندارن، همه و اکثریت در این قضیه سکوت کردن، و یا اینکه یک تقبیح خشک خالی کردن و یا بالاخره سکوت کردن. از الله بخواهیم که ای الله از تو میخواهیم که خلافت اسلامی را احیا بگردان. ای الله بر ما یک رهبر و یک آقا و یک سردار، یک طلحه و زبیری، یک عمر بن عبدالعزیزی، یک خلاصه شخصیت و رهبری بفرست که جواب دندان شکن با اوباما و پیروانش بدهد. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، سروران عزیز، چه کار باید ما بکنیم؟ توهین هست، توهین هم میشه، 10 بار دیگه میشه. وسط هفته 3 روز قبل فرانسه باز به رسول الله کریکاتور میکشه. 3 روز قبل آمریکا اونجا فیلم میسازه، آلمان خواهش کرده که فیلم رو بده که ما در سینماها بندازم. کفر ملت واحده، دیگه توهین میکنه، بارها توهین میکنه. ولی تو مسلمان فریب نخور. تو مسلمانی که وقتی به دنیا آمدی به گوشت گفته شده اشهد ان محمد رسول الله، اگر امروز میگی آمریکا بره ما از گرسنگی میموریم، لعنت خدا به تو انسانی که چنین فکر و عقیده داری، چنین فکر و اندیشه داری. بعضی انسان ها میگن اگر نیروهای کثیف آمریکایی از افغانستان بره خیلی کشتار میشه. هر روز هزارها نفر کشته بشه بهترتر از اینه که
بیای آمریکا دین ما و اسلام و قرآن ما به غارت و بالآخره بدزده ببره و حجاب اسلامی را سر خواهر مسلمان برداره، خیلی بهترتر هست که انسان از روی زمینی که فساد باشه زیر زمین بهترتر هست. بنابراین عزیزان من دعا کنیم، در نیمه های شب دعا کنیم. خیلی به عرصه تنگ قرار گرفتیم، به آخر الزمان قرار گرفتیم. من میدانم او انسانهایی که در هفته‌ای که لغو کنسرت شد رفتن پیش باداران خود آمریکا و بالاخره خارجی‌ها و اینها شکایت کردن. شرم به تو مسلمان که بری پیش آمریکا گردن کج کنی. شرم برای تو مسلمان که اسم تو هم مسلمانه، گوش به فرمان دشمنان الله و رسول الله باشی. شرم برای تو انسانی که بالاخره بری تو به خاطر موسیقی که حرامه خور به دامن کفر بندازی. چه کار میکنه کافر؟ آمریکا چه کار میکنه؟ خیلی کاری بکنه ما را میگیره، تکه تکه میکنه، ولی میتونه ما را از سرزمین خدا، ما را از رحمت پروردگار ما را نیست و نابود. از کافر هیچ گیله‌ای نیه. هر انسانی میتونه با کافر مبارزه کنه و نمیتوانه بغض و انزجار و نفرت خود همیشه علیه کافر اعلان بکنه و نگه که یهود و نصارا خوبن، در ایمان از ضربه وارد میشه. نگه آمریکا خوبه، آمریکا رو تعریف نکنه. آمریکا امروز جنایتکاره، آمریکا امروز خونخواره، آمریکا امروز خلاصه پرچمی بلند کرده که به هر جا امت محمد رسول الله مورد هدف قرار میده، به نام تروریست، به نام القاعده، به نام تندرو، به نام خشونتگر، به نام افراطی، به نام فلان و فلان و فلان. ولی باید متوجه باشیم که آیه قرآن بر ما میگه که شما فریب حرفهای دشمنان را نخوریم. دشمن هست. امیدواریم که دشمن را هم بشناسیم، امیدواریم که خود را ملبس به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هر کاری به خیر مسلمان های. کافر توهین میکنه، امروز دنیای عرب و عجم بلند میشه و صدای خود را بلند میکنه که ما خود را فدای رسول الله میکنیم. کافر متوجه میشه. امروز در خود آمریکا، در فرانسه، در کشورهایی که توهین شده مسلمان ها حرکت کردن. این به نفع مسلمان های. هر قدر کفار تلاش میکنن که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. الله یک باز نور خود را تمام میکنه و به دنیا روشنتر و روشنتر برای جهانیان نشان میده. بناهن عزیزان من کوشش کنیم رسول الله بشناسیم، محمد رسول الله بشناسیم. محمد رسول الله چگونه میتوانیم بشناسیم؟ اینه که ما سیره رسول الله مطالعه کنیم. سیره رسول الله امروز چگونه مطالعه؟ الحمدلله کتاب‌های زیادی به زبان فارسی تحریر شده. من نام کتاب‌ها را میگیرم، عزیزان از این کتاب‌ها بگیرن، مطالعه کنن به فامیل‌ها و اینها. کتاب‌هایی که به زبان فارسی تحریر شده به نام کتاب هایی که خاتم پیامبران. این کتاب 3 جلده به زبان فارسیه، از ابتدای زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تا انتها به نام خاتم پیامبران 3 جلدی به زبان فارسی. همچنین کتاب سیره به نام فروغ جاویدان 2 جلدی هست. این را از بازار بگیریم مطالعه کنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسیم. کتاب به نام نور جاویدان سیره پیامبر هست 2 جلدیه. و همچنین سیرت به نام نبی الرحمه، این را مطالعه کنیم از بازار بگیریم، فارسی هست. سیرت النبی که ترجمه رحیق المختومه. این کتاب های سیرت را بگیریم هر روز 1 ساعت 2 ساعت بالاخره سیرت رسول الله مطالعه کنیم که رسول الله چی شخصیتی بودن. وقتی مطالعه کنیم بیشتر و بیشترتر عاشق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشیم. ان شاء الله ارتباط به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جلسات مختلف که برای طلاب دارالعلوم علی انصار صحبت شده بود، در حدود 20-25 ساعت صحبت شده، از ابتدای زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تا انتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت شده.
او CD ها هم با طی همین هفته و یک در روز انشاءالله اونها هم آماده میشه و بعد به دسترس همه عزیزان گذاشته میشه که اونهایی که خودخوانده یاد ندارن و یا شاید نتوانند مطالعه کرده از طریق CD و تصویری پیامبر خور از درس های سیره بشناسیم تا اینکه این سرور ما و این آقای ما و این مولای ما و این کسی که همه هست و بود ما هست چی شخصیتی هست. الله سبحانه و تعالی این اشکی که ریختاندیم به خاطر رسول الله مورد قبول درگاه خیش بگرداند. الله سبحانه و تعالی جزای آمریکا و آمریکایی‌ها و کسانی که توهین کردن، ای الله بار الها مثل که جزای قوم لوط و عاد و ثمود دادی، خدایا عذاب بر سر این قومی که به حبیب تو توهین کردن، یا الله عذاب خیش را بفرست. و ما و شما هم در گذشته ها هم دیدیم کسی که قرآن را به آتش زد خودش و خانوادهش جا در جا به آتش می‌سوزد. این عذاب الهی. کسی که کریکاتور پیامبر صلی الله علیه و سلم را کشید، خدای تبارک و تعالی او را به مرضی دچار میکنه که در مدت چندین وقت هیچ کس به اطرافش نمیره و نابود و نیست و هلاک میشه و به جهنم. عنقریب زود میشنویم که این اشخاصی که به ساحات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توهین کردن، میشنویم که الله به اینها چگونه جزای خواهد داد. اگر در دنیا اینا عذاب نشوند، مطمئن باشید که عذاب عظیم و علیم و مهین خداوندی، آتش ابدی خدا دامنگیر این جنایتکاران و این بوزین صفتها خواهد شد. خدای تبارک و تعالی بر همه ما شعور اسلامی و بیداری اسلامی عنایت بفرماید. بار الها همه ما را ملبس به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بگردان. یا الله بر ما توفیق بده که سنت رسول الله را احیا کنیم. یا الله بر ما توفیق بده که سر ما، قیافه ما، شهر ما، معامله ما، دکانداری ما همه به طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. خدایا پروردگارا روحانیت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم را خدایا شاد داشته باش. خدایا این ندا و این گریه و این سوز و این گداز را یا الله تو قادری به قدرت داری. این آوازی که در اینجا بلند شد، ای الله این آواز را به گنبد خضرای احمد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسان. خدایا طوری که در احد صحابه خود را سپر کرد که تیر به جان رسول الله نخوره، خدایا در هر گوشه ای از دنیا که دشمنان تیر شلیک میکنن که به وجود نازنین و به سیمای نازنین رسول الله و یا بالآخره توهینی به رسول الله صلی الله علیه وسلم بشه، خدایا پروردگارا قبل از این که او تیر به جان رسول الله اصابت کنه، خدایا به جان ما اصابت بده. خدایا ما را فدای حبیب خود بگردان. خدایا ما را فدای قرآن بگردان. خدایا پروردگارا چند روزی که در دنیا هستیم ما را با عشق خود و با عشق حبیب خود زنده داشته باش. خدایا پروردگارا وقتی میمیریم ما را با عشق خود و با عشق حبیب خود بمیران. خدایا ما را به صحرای محشر با عشق خود و عشق حبیب خود زنده بدار که به صحرای محشر با تن خونالود حاضر بشیم، با وجود تک تک حاضر بشیم. رسول الله بگن که این تن تو را چی شده؟ بگم یا رسول الله خود را فدای تو کردیم، خود را فدای قرآن تو کردیم، خدایا خود را فدای حبیب تو و کلام تو کردیم. ای الله شهادتی که تو راضی، خدایا نصیب ما بگردان. خدایا این جمع را سرفراز و سربلند داشته باش. خدایا کسانی که در دنیا به خاطر دفاع از محمد رسول الله شهید شدن، مجروح شدن، زخمی شدن، خدایا اجر کامل خدایا برایشان عنایت بفرما. به مجروحین شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا عزت، سرفرازی و سربلندی نصیب همه امت اسلامی بگردان. خدایا پروردگارا بر همه ما یک رهبر، یک زعیم دلسوز خدایا عنایت بفرما.
خدایا پروردگارا ما همه در انتظار خلافت اسلامیم. خدایا خلافت اسلامی را خودت به حی قدرت خود خدایا احیا بگردان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اغفر موتانا و موت المسلمین وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. بار الها پروردگارا همه مسلمانان را سرفراز و سربلند دنیا و آخرت داشته باش، خصوصا این جمع را یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین. عزیز و بزرگوار، بشینیم که یک دو نکته اشاره کنیم. یک پرسه به من تازه رسیده. الله سبحانه و تعالی، همه ما و شما میدانیم که فتح و ظفر و پیروزی نصیب مردم مصر کرد که یک رهبر با تقوا و پرهیزگار و غمخوار مسلمین در مصر تعیین میشه. رئیس جمهوری که امروز غمخوار مسلمان هاست رئیس جمهور مصر هست. غمخوار مسلمان ها، الله این رئیس جمهور در حفظ و حمایه خود داشته باشه و هر انسانی که در راه دین خدمت میکنه، هر کس که هست، خداوند حفظ بفرماید. در مصر صدر اعظم مصر حکومت به دست مسلمان های افتاده، به دست انسان های شایسته افتاده. صدر اعظم مصر اعلان کرده در مصر که به تمام مکاتب مصر، خیلی نکته مهمه، تمام مکاتب مصر فردا که شنبه، رئیس جمهور ما هم یاد بگیره، امیدواریم که یاد بگیره، فردا شنبه در مصر اعلان کرده صدر اعظم مصر که تمام مکاتب مصر فردا باید همه درس سیره پیامبر را داشته باشند. در مصر تمام مکاتب درس سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوانده میشه. چقدر مبارکه که امیدواریم رئیس جمهور ما، پارلمان ما و وزیرای ما و وزیر معارف ما هم این همت و این شهامت را نشان بده که به تمام مکاتب این موضوع امیدواریم اعلان بشه. اگر میگن جمهوری اسلامی افغانستان، خب اگر اختیار دارن بفرماین، معارف قرآنی و اسلامی و آشنا کنن به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. نکته دومی که اشاره شده، 3 روز قبل که در فرانسه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که کریکاتور کشیده شده، در بسیاری از ممالک اسلامی دروازه های کنسولگری ها و یا سفارتخانه های فرانسه محکم مسدود کرد. در دنیا الحمدلله. اینها همه گزارش هاییه که برای ما و شما قوت میبخشه و بالاخره یکی از تجار عزیزی که در دنیای عرب اعلان کرده که هر انسانی که همین فیلم را ساخته او رو بکشه $1,000,000 جایزه گذاشته. دنیای عرب. بنابراین مطمئن باشیم این دین از خود صاحبی داره. اگر مسلمان در امریکای الان غم داره، در افغانستان غم داره، مسلمانی که در فرانسه که توهین شده به پیامبرش غم داره، خواهر مسلمانی که در امریکای و در فرانسه و هر انسانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله غم داره، همه درد یک درد عزیزان من. بناهن مطمئن باشیم فقط کاری که ما و شما میکنیم دعا، تضرع و خود را ملبس کردن به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این 3 خبر بالاخره مژده دهنده بود که به سمع شما عزیزان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.